اگر اعراض میکنی فین تولیتم، اگر شما رو میگردانی نمیکنی با اوامر الله عمل به نقشه پیغمبر نمیری، هیچ کدام ضرری نه به الله و نه به رسول الله رسانده میتونی. حجت سر شما قایم شده، توانی خودتان است، در بدری خودتان است. الله خود شما را پیدا کرد، نظام زندگی سعادت بخش هم برای شما روان کرده و همین نظام زندگی توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شما تشریح شده، تطبیق شده عملا. از او خاطر شما باید از این پیروی بکنی. اگر نمیکنی تاوان و نقصان خودتان است. چرا؟ عذر برای شما باقی نمانده که شما بگویی که با ما نمیدانستیم، یا برای ما کسی نگفته بود، یا برای ما دعوت داده نشده بود. حجت قایم شد، عذر شما مرفوع شد. پیغمبر فقط یک وظیفه داشت، رساندن احکام الله و او را به وجه اتم و اکمل براتان رساند. پیغمبر علیه السلام در هیچ معامله چشم پوشی نکرده، فروگذاری نکرده، مکمل مسائل دین برای شما رسانده. از امو خاطر است که آل ما میگیم که کسی که پرزه های جدید در دین پیدا میکنه، نعوذ بالله، او در حقیقت انتقاد بالای پیغمبر علیه السلام داره که پیغمبر علیه السلام رسالت خود تکمیل نکرده. الله شاهدی میده که پیغمبر رسانده و تو میگی که نه نرسانده. اینی موضوع باقی مانده در دین. آل شما میفهمی که بدعت چقدر چیسته شنیع است و چقدر خطرناک گناه است. از امو خاطر است ابلیس لعین بعد از شرک و کفر چیزی را که زیاد کوشش میکنه که مردم در او مبتلا بسازه، او موضوع بدعت است. به خاطر که در بدعت بسیار مفاسد است. مفاسد است که تو دین الله را ناقص میشماری، مفاسد است که تو پیغمبر علیه السلام را تکذیب میکنی، الله را تکذیب میکنی که الله میگه پیغمبر رسانده احکامه، تو میگی نرسانده. در مورد پیغمبر نعوذ بالله عقیده خیانت داری که پیغمبر خیانت کرده، کلی دین بر ما نرسانده و هیچگاه از پیشش توبه هم نمی کنی. دائم در فکر عزیزتی که خب این کار خیر است، توبه هم نمی کنی. ابلیس لعین میگه که اینجا مسرت کامیاب شدم بدبخت. اگر زنا میکردی یک روز گریان کرده، یک تقریر میشنیدی توبه میکردی. اگر شراب میخوردی امی رقم، اگر قتل میکردی امی رقم. لیکن اینجا توی گاهی هم توبه نمیکنی، بلکه دمو مرکب غرور و نعوذ بالله خودستایی و جهالت و تکبر سوار هستی. میگی که کاری خوب است. کاری خوب نه، اینطور کارا که سببی از مرتبه فوق میشه از دیگه صحابه، با ابوبکر و عمر برابر میشی. در مورد میلاد حدیثای موضوعی را نقل نمیکنه. 1 درهم به خاطر خواندن میلاد، یعنی تو محض قرائت بخوان که پیغمبر اسلام در فلانی روز تولد شده و دمی روز در 12 ربیع الاول، در حالی که پیغمبر اسلام در 12 ربیع الاول کسی ثبوت داده نمیتونه که او تولد شده. این بسیار سخت اختلاف است. امیر میگه اگر خواندی امرای ابوبکر رضی الله عنه در جنت هستی. امرای ابوبکر، الله اکبر. تو یک بدبخت مبتدی بخیست به 1 روپه مصرف کردن در روز میلاد. خطی ابوبکر رضی الله عنه مردمان جهادا کرده، عمر رضی الله عنه کل عمل خود به خاطر عمل یک شبی ابوبکر رضی الله عنه چی میکنه؟ بدل میکنه، عوض میده. میگه اما یک شب که پیغمبر علیه السلام تو مراقبت کردی، پاسداری کردی در غار ثور، ما کلی اعمال خود برات میبخشم. خبر داری نه؟ بدبخت، عقل از الله از پیشت گرفته، تو ملای ناملا بدبخت، همین قدر نمیفهمی. بازیر حدیث گفته نشر میکنی. لعنتی الله سری تو واری ملای بدبخت باشه که عقلی تام الله گرفته، نمیفهمی که به یک عمل ناچیز انسان با ابوبکر برابر میشه. یکی از جمله نشانه های حدیث موضوعی امی است که عمل کم می باشه لیکن ثواب از او به قدری می باشه که پرسان نکنه. مثل صلات تسبیح. صلات تسبیح اکثر علما میگن که موضوعی است، ربط نکنه. به خاطر چی؟ عمل کم و ثوابش اگر نمیتونی که ده هر روز نمیتونی، ده هفته 1 دفعه، ده هفته نمیتونی، ده ماه 1 دفعه، ده ماه نمیتونی، ده سال 1 دفعه، سال نمیتونی، عمر 1 دفعه، چیزی گناهیت که است بخشیده میشه. این خود دعوت به سوی تعطیل اعمال است. این خود دعوت به سوی عزیز که دیگه هیچ کار نکن، فقط یک صلات تسبیح بخون برو بخیر دیگه خلاص هستی. دین به این قسم گپا دعوت نمیده. الله به تو بصیرت و عقل نصیب کرده. تو باید بدونی چطور شده میتونه یک عمل خیلی کم، کسی که اون جهاد میکنه برایش طور گپ نیست که کل چیش بخشیده شود. حتی شهیدی که در راه الله دینش بخشیده نمیشه. او تو میگی یک عمل آسانه،
با کی برابر میکنی؟ این مردم بیچاره با ظلمور نشر میکنه، با او با سر میده، الکی میلاد است، الکی دیگه ثوابا را گرفتیم. هر طایفه ای که گمراه میشه توسط همیست. نصارا گمراه به این خاطر شده که عیسی علیه السلام قربانی گناه های ما را داده. او که دستار در آویزان شده، او در عوض گناه های ما قربانی شده. خلاص دیگه وقتی که قربانی در عوض گناه های ما داده، ما که هر گناه را میکنیم هیچ مؤاخذه نیست. از همون خاطر نصارا قتل میکنه، غارت میکنه، جاسوسی میکنه، شیطنت میکنه. در دنیا که امروز آتش افروخته امین نصاراست، امین نصاراست. علتش است که وا جرأت پیدا کردن بالای گناه کردن، به خاطری که در تصورشان در عقیده غلطشان است که قربانی گناه های ما را کی داده؟ عیسی علیه السلام داده. نعوذ بالله. یک طایفه دیگه کل روز سال در زیر موتر خواستی، نمازم در یادت نمیاد، لیکن فقط یک دعا عاشورا خود زدن بگی، خلاص یک چند دانه بس دیگه در جنت رفتی. این دعوت به سوی تعطیل اعمال است، اسقاط دعوت به سوی تعطیل اعمال است. ملاهای ما کاش که الله در برابر موضوع دین و علم یک کمی عقلم الله برشان میداد. همین عقل، کسی که عقل داشته باشه تفکیک میتونه که عمل چقدر وزن داره چقدر نداره. به هر ترتیب کامیابی ما، نجات ما در این است که مکمل قدم به قدم، بلست به بلست، هیچ از حدود الله نبریم، تابعداری احکام الله و چی نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکنیم. این کامیابی ماست.